سلام، من خرداد هستم. قرار دوباره با هم به تاریخ ایران سفر کنیم. داستان امروز ما اسپیناف خردادنامه 4، اما این بار قراره به سراغ آهنگری در شهر بخارا بریم. بازوهایم از شدت درد میخواهد منفجر شود. چقدر امروز شمشیر درست کردم. تمام بدنم درد میکند. روزگاری را به یاد دارم که یک شبانه روز 50 شمشیر را تحویل مشتری میدادم. اما اکنون دیگر پیر شدم. خدا میداند این جنگ چقدر عظیم است که این همه شمشیر سفارش دادند. الان تنها دیدن سیاوش و یاسین به من آرامش میدهد. یاسین دیگر برای خودش مردی شده. سیاوش، یاسین، بیایید برای شما سیب خریدم. یاسین، سیاوش، کجایید؟ آنها خانه نیستند. چرا گلبانو با چهره‌ای برافروخته به من نگاه می‌کند؟ او را خوب می‌شناسم. هر دفعه به من این گونه نگاه می‌کند می‌خواهد غر بزند. عجب شانسی دارم من. سر تا پایم از کار زیاد فرسوده شده، حال باید غر زدن‌های او را هم تحمل کنم. ببینم گلبانو خانوم، بچه‌ها کجا هستن؟ آنها را به خانه خواهرم فرستادم تا با پسر خاله هایشان بازی کنند. میخواستم تنها باشیم تا با تو سخنی بگویم. بنشین تا برایت چای بیاورم. بنشین. چای نمیخورم، حرفت را بزن. اما من برای تو چای زعفران دم کردم. عزیزم بنشین، تو خیلی خسته ای. گلبانو قلقم را خوب میداند. من هیچ وقت به چای زعفران نه نمیگویم. انصافاً خیلی دلم میخواهد روی نمد ترکمنی که تازه خریدم بنشینم و به متکا تکیه بدهم و چایم را بنوشم. بفرمایید عزیزم، این هم چای زعفران شما. آخ که این چای با خرمای عسلی فقط میچسبد. این خرما آنقدر شیرین است که اگر فشارش دهی قطره قطره از آن شهد شیرین میچکد. اما اول ترجیح میدم چایم را بنوشم. عجب معجزه است. به محض نوشیدن به من انرژی میدهد. خب بگو ببینم زن، چه کارم داشتی؟ چه چیزی ذهنت را مشغول کرده؟ نامه باز شده ای را به من نشان میدهد. چرا درباره این نامه با من سخن نگفتی؟ نیازی نمیدیدم به تو درباره نامه چیزی بگویم. اما این نامه از طرف حاکم است، برای هر خانواده فرستاده شده. همه همسایه ها خبر دارند و فقط من نمیدانم. چقدر شلوغش میکنی. این نامه را فرستادن تا در جنگ احمقانه پیش رو هر خانواده یک نفر را به عنوان سرباز معرفی کند. همین. مسئله به این مهمی را چرا زودتر به من نگفتی؟ نگفتم چون نمیخواهم در این جنگ شرکت کنم. بنابراین مسئله مهمی نیست. باورم نمی شود این حرف را تو زده باشی. من تو را خوب می شناسم. حتما داری مزاح می کنی. نه، شوخی نمی کنم. دلم نمیخواهد در این جنگ شرکت کنم. جنگی که حماقت حاکمان باعث آن شده. هیچ ربطی هم به من ندارد. من یک بار برای آنها جنگیدم، دیگر نمیخواهم بجنگم. حواست هست چه میگویی؟ مغولان میخواهند به خاک ایران حمله کنند. آن وقت تو میخواهی مانند پیرزنان در خانه بمانی؟ نکند تاتار شده ای و من خبر نداشتم. تاتار نشدم، بیدار شدم. ندیدی چگونه مالیات ها را چند برابر کردند؟ چگونه مردم را به فلاکت انداختند؟ ندیدی چگونه تجارت رنگ باخته است؟ کوچه های این شهر روزی پر از تاجر بود، حالا پر از سرباز است.
روزگاری در آهنگری فقط زیورآلات می ساختم. امروز فقط سلاح می سازم. دیگر خسته شدم از این وضعیت. روزی باید با خلافت عباسی بجنگیم، روزی با قراقطاییان، روزی دیگرم سلجوقیان دشمن ما محسوب می شوند. هر روز باید در حال جنگ باشیم با کسی که سلطان صلاح بداند. از روزی که به دنیا آمدم تنها صدای شمشیر را شنیدم و بس. چه میگویی مرد؟ در بسیاری از این نبردها هم ما پیروز شدیم. چه فایده وقتی بیهوده جنگیدیم؟ وقتی می توانستیم از جنگ پیشگیری کنیم اما جنگیدیم. آیا جنگ تنها راه حل بود؟ در ضمن وقتی هم که جنگیدیم سهم مردم از این پیروزی ها چه بود؟ وضع ما بهتر نشده که هیچ بدتر هم شده. یعنی نمیخواهی برای کشورت بجنگی؟ نمیخواهی از این آب و خاک دفاع کنی؟ الحق که شما زنها احساساتی هستید. به جای آنکه از عقلتان پیروی کنید از قلبتان پیروی میکنید. این حرف را که زدم ناراحت شد و سرش را پایین انداخت. ببین زن، من چند سوال از تو میپرسم تا خود این قضیه را متوجه شوی. بپرس ببینم. مغولان چرا به ایران میخواهند حمله کنند؟ به خاطر غارت ایران؟ اگر این است پس چرا در ابتدا سفیر و پیک فرستادند و اظهار دوستی نمودند؟ نمیدانم. چنگیز خان برای سلطان محمد نامه فرستاد و اظهار دوستی هم نمود. از سلطان هم خواست که مسیر تجاری بین دو کشور باز باشد. سلطان محمد هم قبول کرد. درست است؟ آری درست است. بعد از آن یک کاروان تجاری فرستاد. اما چه شد؟ حاکم اترار تمام اعضای کاروان را کشت و اموالشان را هم به غارت برد. صبر کن عزیزم، صبر کن، تند نرو. گمان میکنی چون در خانه مشغول پخت و پز و بچه داریم نمیدانم در دنیا چه میگذرد؟ چنگیز در نامش سلطان را تحقیر کرد و او را فرزندم خطاب کرد. جا خوردم. خیلی گلبانو را دست کم گرفته بودم. انگار حتی اطلاعاتش از من هم بیشتر است. برفرض که حق با تو باشد، آیا جواب نیش و کنایه زخم شمشیر است؟ جواب توهین با توهین است، شمشیر هم با شمشیر. کجای دنیا جواب کنایه را با نیزه پاسخ میدهند؟ هان بگو ببینم، حال که تو از اخبار با خبری، چرا کاروان تجاری را سلاخی کردند؟ مگر تاجر سرباز است؟ نه، تاجر سرباز نیست، اما شاید جاسوس باشد. مگر نشنیدی حاکم چه گفت؟ در میان کاروان جاسوس بود. آیا حاکم از جاسوسی آنها مدرکی هم داشت؟ در ضمن برفرض که جاسوس بودند، باید حاکم آنها را دستگیر و برای چنگیز پس میفرستاد. و سلطان محمد هم در نامه‌ای تند و تیز وجود این جاسوسان را محکوم میکرد. حواست باشد که چنگیز برای فرستادن کاروان تجاری از سلطان اجازه گرفت. خب چه فرقی میکند؟ معنایش این است که آنان نه تنها تاجر بلکه سفیران چنگیز نیز بودند. میبینی چقدر فاجعه عمیق است؟ من که یک آهنگر ساده‌ام بهتر ماجرا را متوجه میشوم. آن وقت حاکمان ما نمیفهمند چه میکنند. هر کسی هم جای چنگیز بود کاسه صبرش لبریز میشد. اما تصمیم گرفت فرصتی دیگر به ما بدهد. گروهی دیگر را نزد سلطان فرستاد تا خواهان مجازات حاکم و دریافت غرامت شوند. همچنین به سلطان محمد یادآوری کرد که تو قول دادی و امنیت کاروانمان را تضمین کردی. حال میدانی جواب سلطان محمد چه بود؟ نه، نمیدانم. حدس بزن. حتما سلطان عذرخواهی کرد، اما حاکم را تحویل نداده و گفته کاروان تو جاسوس بودند. چقدر تو ساده ای زن که حاکمانمان را باهوش فرض کرده ای. خب لابد قدری خشونت به خرج داده و چند سیلی هم به گوش پیک چنگیز نواخته.
کاش همین کاری که تو گفتی میکرد. خب مگر چه کار کرده که تو اینقدر عصبانی شدی؟ سلطان محمد دستور داده سر سفیر را از تن جدا کرده برای چنگیز بفرستند. بقیه اعضای کاروان هم سر و صورت تراشیده و پس فرستاده. باورت میشه سلطان محمد چنین حماقتی کرده؟ حال دیگر چه چیزی میتواند جلوی خشم مغولان را بگیرد؟ همسرم به پنجره خیره شد. او را خوب میشناسم. وقتی به جایی خیره میشود یعنی متوجه شده که یک جای کار میلنگد. چهره معصومانش نشان از غم دارد. بلند میشود و به سمت پنجره قدم برمیدارد. همسرم. بله عزیزم. اسکندر مقدونی را میشناسی؟ آری. میدانی او چه کرد؟ بله میدانم. به ایران حمله کرد و پاسارگاد را به آتش کشید. کراسوس را میشناسی؟ بله، او نیز به ایران حمله کرد، اما در بیابانهای حران از اشکانیان شکست خورد. تو نگفتی هخامنشیان یا اشکانیان حمله کردند؟ تو نگفتی به پادشاه حمله کردند؟ گفتی به ایران حمله کرد. و تو خود میدانی وقتی پیروز شدند چه فجایعی به بار آوردند. بنابراین گمان نمی کنی تاریخ دوباره تکرار شود؟ فکر نمی کنم الان مهم باشد که تقصیر کیست. تنها چیزی که الان اهمیت دارد این است که بیگانه به خاک ما هجوم آورده و قصد ندارد به ما رحم کند. چرا فکر میکنی مهم نیست؟ تو وقتی مار نیشت بزند دنبال پادزهر میگردی یا دنبال مار؟ نمیتوانم در برابر منطق او جوابی پیدا کنم. الحق که زن باهوشی است. او راست میگوید. هر چقدر هم که حاکمان حماقت کنند باز هم من آدم وطن پرستیم و هرگز در کنار بیگانه نمی ایستم. اگر بیگانه به میهن من نظر کند چشمانش را کور می کنم. در کنار میهن می ایستم حتی به اشتباه. من قبلا در جنگ بودم. خوب می دانم که در یک نبرد خشک‌وتر با هم می سوزد. جنگ هیچگاه منطق و انسانیت نمی شناسد. همسرم، تا به الان هر سخنی گفتم برای آن بود که تو را امتحان کنم. در ضمن میخواستم حرف دلم را هم بزنم. حرفهایی بود که در قلبم سنگینی میکرد. میخواستم خود را خالی کنم و فقط تو میتوانستی مرهم دلم باشی. اما این را بدان، مدتی قبل داروغه شهر برای من پیامی فرستاد، همان پیامی که تو خواندی. من هم جواب دادم و گفتم میخواهم به ارتش ملحق شوم. داروغه از من خواست به جای این کار بهتر است در آهنگری بمانم و برای سربازان سپاه شمشیر و نیزه بسازم. من همکنون هم در حال جنگ بودم اما تو خبر نداشتی. اشک در چشمان گلبانو حلقه میزند، به من نگاه میکند. با سرعت به سمتم میآید و مرا در آغوش می